باب 15 چیزی که دارید به میلیون دلار می فروشید. سالهاست که من گرالد ابات را می شناسم. یک وقتا او مدیر قسم تعلیمی کورس‌های بود که من درس می دادم. باری ما در کانزاس سیتی واخوردیم و او با ماشینش مرا به فرممان به بلاتون شتات میسوری برد. هنگام سفر من از او پرسیدم که تشویش و هیجانش را چطور فرو می نشاند. در جواب حکایت عالی جنابی کرد که هیچگاه از خاطری من فراموش نمی شود. حقیقتا هم من آدمی خیلی اضطراب آلود بودم، گفت او، ولی بهار سال 1934 وقتی از کوچه وست سیتی می گذشتم واقعی را دیدم که تمام تشویشم را فرو نشاند. این زیادش 10 ثانیه دوام کرد، ولی در این 10 ثانیه من درباره چطور زندگی کردن آنقدر آموختم که از 10 سال هم بیشتر. آن وقتا من صاحب مغازه خردکک بقالی بودم، ولی نه تنها تمام مبلغ جمع آوردم را از دست دادم، بلکه قرضدار هم شده بودم و از روی حسابم این قرضم را کمی کم در 7 سال ادا کرده نمی توانستم. همان روز شنبه بود. من مغازه را تماما بسته حاضر به بانک روان بودم که باز قرض گرفته راهگیری کنم و به کانزاس سیتی به جستجوی کار روم. آن لحظه به آدمی مرده زنده شباهت داشتم. باور را از حیات و مهارتی برای زندگی مبارزه بردن را دیگر از دست داده بودم. ناگهان از پیشم آدمی برآمد که هر دو پایش نبود. به عرابچه نشسته او با قوه چوب‌های 4 تراشی که در دست داشت به پیش حرکت میکرد. من با او وقتی واخوردم که کوچه را عبور کرده نیت داشت که چند سانتی متر بلند شده برای پیاده گرد براید. همین وقت نگاه‌های ما با هم برخوردند. او جانب من نگریسته تبسم کرد، تبسم خرسندانه. صبح مبارک جناب، گفت او. عجایب روز دلپذیره، همین طور نه؟ با او نگریسته ناگهان حس کردم که چگونه بایگری بزرگی را دارایم. 2 پا دارم، راه گشتن نمی توانم. خود از خود شرم داشتم که چند لحظه پیش دلم به خالم می سوخت. از دلم گذشت که وقتی این آدمی بی پا خرسند و خوشبخت و از خود دلپر است، من نیست که شکر خدا 2 پا دارم، می توانم آرام و آسوده باشم. این دم در طینت خود قوه بزرگی را حس کردم. پیش از این نیت داشتم که از بانک $100 قرض گیرم. اکنون باشد قرار قطعی دادم که $200 قرض می پرسم. خود به خود گفتم که در کانزاس سیتی البته کار می یابم و هم قرض گرفتم و هم کار یافتم. حاضر در تریزه اتاق شستشوی من سخنان زیرین نوشته شدند که هر پگاهی هنگامی ریشتراشی آنها را می خوانم. غم و غصه می خوردم که پای افزال ندارم، ولی این تا وقتی ادامه یافت که آدمی بی پا را دیدم. باری از ادی ریکنبکر پرسیدم که وقتی او و رفیقانش طولی 3 هفته در قایق نجات بخش از وسعت بیکنار اقیانوس آرام بیرون می کشیدند و امید از نجات خیلی کم بود، چه سبقی مهمی گرفته است؟ او چنین جواب داد: سبقی از همه مهم آن است که اگر به مقدار ضروری آب نوشاکی و خوراک باشد، دیگر از چیزی نباید شکایت کرد. در مجله تایمز مقاله درباره سرژانت چاپ شده بود که در محاربه گوادالپاره سناریاد به گلویش رسیده بود. بعد آن که به او 7 مراتبه خون ریختن ولی هنوز گپ زده نمی توانست، خطچه نوشته از دکتر پرسید: زنده میمانم؟ بله. گپ میزنم؟ این دفعه هم جواب قناعت بخش بود: این طور باشد، جای تشویش نیست. باز او نوشت در یک پاره کاغذه: چرا من و شما نیز خودی همین لحظه اندک توقف نکنیم و از خود بپرسیم این طور باشد چرا تشویش کشیم؟ خیلی هم عمیق است که سبب اضطراب شما خیلی ساده و عادی است. حیات ما قریب 90% از چیزهای خوب و گوارا و همگی 10% از ناخوبی ها عبارت است. اگر خواهیم که خوشبخت باشیم، باید به خوبی های حیات دقت دهیم و از ناخوبی هایش اندیشه نسازیم. ولی اگر خواهیم که دائما در تشویش و اضطراب باشیم، محزون گردیم و زخم معده گرفتار شویم، به آن 10% ناخوبی ها دقت داده
90% فروزانی و خرسندی را در نظر نمی گیریم. جاناتان سویفت، مؤلف سیاحت گولیور، یکی از 70 روح ترین نویسندگان انگلیس بود. او آنقدر افسوس می‌خورد از به دنیا آمدنش که هر سال در روز تولدش لباس سیاه پوشیده به طاعت و عبادت مشغول می‌شد، ولی او هم دایر به قوه فوق‌العاده خرسندی سخنان عجایبی دارد. بهترین دختران دنیا، گفته است او، دختر پرهیز، دختر آرامی و دختر خرسندی نام دارند. ما و شما می توانیم از خدمت دختر خرسندی هر روز و هر ساعت استفاده بریم اگر دقتمان را مدام به بایگری به انتهایی که داریم جلب سازیم. این بایگری ما قیمت‌تر از گنجینه افسانوی علی باباست. آیا شما چشمانتان را با نرخ میلیون دلار می فروشید؟ پایتان را چی؟ با آنها چقدر نرخ ماندنیید؟ برای دست، برای شنوایی چی؟ آیا برای شما قیمتند فرزندانتان یا ارزان؟ زنتان چی؟ خیالان تمام این ثروت و داراییتان را جمع آورده اید و فهمید که یکی از آنها را به تمام بایگری راکفلر، فورد و مورگان که یک جایه کرده شوند نخواهید داد. آیا ما به قدری همه این میرسیم؟ البته نه. طور شوپنهاور گفته است ما درباره آنچه که داریم خیلی کم فکر میکنیم، ولی بیشتر از آنچه که نداریم به اضطراب می آییم. حقیقتا هم تمایل کم فکر کردن از آن چیزی که داریم و تشویش کشیدن از آن چیزی که نداریم در دنیا فاجعه عظیمی شده است و اینه و انیق است که این فاجعه نسبت به جنگ و بیماری های دهشتناک به انسانیت بیشتر بدبختی ها آورده است. در نتیجه چونین مناسبت به حیات شناس من جان پالمر قریب بود از جوانمردی عالی جناب به جلالجین زقاق تبدیل یابد. خودی او در این باره به من حکایه کرد. بعد بازگشت از عسکری گفت او کارخانه شخصی گشادم. شب و روز کار میکردم. اول همه کارم خوب بود، ولی دیتر فهمیدم مرا دشواری های زیادی در پیش بوده است. یافتن دیتل و میتل های در کاری تا رفت مشکل می شد. به تدریج اکنون می ترسیدم که کارخانم را بستن لازم می شود. چنان به تشویش و اضطراب افتادم که از جوانمردی عالی جناب قریب بود به جلالجین زقاق تبدیل یابم. بعد خشم و گیزله می شدم، ولی این را خودم حس نمی کردم. حاضر اکنون می فهمم که با این سبب قریب بود از زنم و خانه و درم محروم شوم. ولی یک روز یک جوانی مجروحی جان که در کارخانه من کار میکرد گفت جان شرم نمی داری؟ همین خیل رفتار میکنی که گویا در دنیا تنها با یک تو دشوار باشد. فرض کردیم یک چند مدت لازم می آید که تو کارخانه‌ات را بندی. خیر چی؟ وضعیت خوب شود آن را باز میکشایی. امکانات های کلان داری، ولی کارت دائم و غرور کنی. به من نگاه بکن. یک دستم نیست، یک پره رویم از زخم تیر چقور. با وجود همه این از چیز شکایت ندارم. تشویش و اضطراب را بس نکنی. نه تنها کارخانه بلکه سلامتی، عائله و دوستانت را هم از دست میدهی. این تنقیدی او به من اثر کرد. مرا وادار ساخت به قدری هر آنچه که دارم برسم و تنها بعد این به خود آمدم. دیگر شناسم لیوسیل بلیک در سرحد صدمه روحانی بود. پیش از آن که یاد بگیرد از آن چیزی که دارد خرسند شود و از چیزی که ندارد تشویش نکشد. من و لیوسیل یک جایه در فکولته ژورنالیستیکی دانشگاه کلمبیا تحصیل کرده ایم. بعد ختم دانشگاه او در توسان شتات اریزون که یک سال در حالت خیلی شدید هیجان روحی زندگی کرده است خودش این طور حکایه می کند. در اول در گرداب حادثه و واقعه ها بودم. ارغنون می نواختم. در دانشگاه شتات اریزون درس موسیقی می دادم. بیگاهی ها به رقص می رفتم. اسب سواری را می آموختم، ولی یک پگاهی ناگهان حس نمودم که از جایم خیسته نمی توانم. دیل به شما لازم می آید که یک سال از جایگاه نخیزید، گفت دکتر. این چونین در این مدت آرامی کامل. با وجود این من حس نمی کردم که من یک بار دیگر تندرست می شوم. یک سال طولانی در جایگاه و بعد این هم یک عمر معیوب بودن یا حتی مردن.
برای چی حتما من باید به این گرفتار می شدم؟ چی گناه صادر کردم؟ از درد و علم می گریستم. به هر حال فرمان دکتر را اجرا کردم و به جای خواب در آمدم. همسایم رسام جنابی رودولف به من گفت حاضر به نظرت می نماید که 1 سال را در جای خواب گذرانیدن فاجعه است. در حقیقت باشد این خیل نیست. این مدت شما وقت می یابید که اندیشه کنید و خود را شناسید. در 1 چند ماه شما از جهت معنوی آنقدر کمالات می یابید که برابری تمام عمر سپری شده هتان. بعدی گفتی او خیلی آرام گرفتم و کوشش کردم به وضعیت درست بها دهم. کتاب‌های یافتم می خواندم که کس را روح بلند می ساختم. یک روز از رادیو چنین سخنان را شنیدم: شما فقط آن چیزی را اظهار کرده می توانید که در تفکرتان موجود است. پیشتر هم من سخنانی به این مانند را شنیده بودم، ولی به معنایش اکنون صرفا می رفتم. بعد این اکنون قرار دادم فقط درباره آن چیزهایی فکر کنم که به زندگیم کمک می رسانند. درباره خرسندی ها، درباره بخت و غیره. هر پگاهی وقتی از خواب بیدار می شدم خود را مجبور می کردم چیزهایی را به یاد بیارم که به خاطر آنها باید از تقدیرم منتدار باشم. درباره آن می اندیشیدم که حاضر یگان جایم درد نمی کند. دختری نازنینی دارم، قوه حافظه و باسیره هم نغزند. بین رادیو عجایب موسیقی عالی جناب می شنواند. وقتی زیادی کتابخانه دارم، خورد و خوراکم هم خوب است. دوستانی زیادی پیشم می آیند. از آن آوان حالا 9 سال گذشته است و من حیات خیلی مکملی می گذرانم. از آن سالی که آن را در بستر گذرانیدم خیلی منت دارم. این سالی خیلی مفیدی عمر من بود در اریزان. محض این سال من در خود عادت پیدا کنانیدم که خوشی های حیاتم را به خاطر بیارم. این عادت 1 عمر با من ماند و آن گنجینه قیمت بهاترین است که حیات برایم بخشیده است. گاه حتی شرم می دارم از آن که زندگی را وقتی آموختم که از مردن خلاص داشتم. لیوسیلی عزیزی من، ممکن به شما معلوم باشد که این سبق را دکتر سمیوئل جانسون 200 سال پیش از خود کرده بود. طرفی مثبی هر حادثه را درک کردن گفته بود او قیمت‌تر از آن است که هر سال 1000 فوند بیابی. دقت دهید که این سخنان را نه نیکبین و زنده‌دل کسبی بلکه آدمی که زیاده از 20 سال عذاب کمبغلی و ناداری را از سر گذرانیده عاقبت به یکی از نویسندگان مشهور آوان خود و همصحبتی خیلی گوارا تبدیل یافته است گفته بود. لاگان پیرسل سمیت در چند سخن تعبیری خیلی خیرتمندانه اظهار نموده است. در حیات در نزد خود باید 2 مقصد گذاشت. یکم به عمل تطبیق نمودن نیتی که داریم، دوم از چیز به دست آورده خرسندی کرده توانستن. فقط خیرتمندانه ترین نمایندگان آدمیزاد به مقصد دوم نائل می شوند. شما شاید باور نکنید که حتی شستن ظرف هم کس را به الهام می آرد. اگر این به شما عجایب نماید، کتاب عالی جنان را درباره مردانگی برگیل دال که من دیدن می خواستم نام دارد خوانید. آن را زنی نوشته است که طول 50 سال قریب نابینا بود. من 1 چشم داشتم که آن هم پر از زخم و یره ها بود. به زور می دیدم. یک چیز را از چیز دیگر توسط سوراخکی که در کنج چپ چشمم بود فرق می کردم. کتاب را وقتی می دیدم که از طرف چپ به چشمم خیلی نزدیک می آوردم، اما برگیل دال دلسوزی های دیگران را نسبت به خود رد می کرد. به کسی اجازت نمی داد که او را آدمی نیمتنه حساب کند. در کودکی او مثل دیگران مکه بازی کردن می خواست، ولی خطا را درست نمی دید. از این سبب هم وقت دیگران خانه به خانه می شدند، او هنوز در کوچه بود و به زمین خم شده در کجاها جایگیر بودن خطا را می آموخت. به خاطر می گرفت و روز دیگر از روی این بازی می کرد. در خانه کتاب‌های حرفایش کلان کلان را به چشمانش چنان نزدیک آورده می خواند که گاه نوگ میچگانهایش به کتاب می رسیدند. همین طریق او صاحب 2 عنوان علمی بکالور صنعتی اونیورسیتتی مینیسوتا و ماجستری صنعتی دانشگاه کلمبیا شد. او فعالیتش را از معلمی در دهکده توئینویل شتاتی مینیسوتا آغاز نموده
صاحب عنوان پروفسور ژورنالیستیک و ادبیات کالجی آوگوستینو سیوفلیوس شتات دیکات جنوبی گشت. دال آنجا 13 سال کار کرد. به غیر از این او در کلوب زنانه لکسیه می‌خواند و در رادیو برنامه‌های ادبیات شناسی را می‌برد. در تحت دل می‌نویسد او: من می‌ترسیدم که تماما نابینا می‌شوم. برای این ترس را پشت سر نمودم. من خود را بی‌پروا و وانمود می‌ساختم و دائما کوشش می‌کردم خوشوقت باشم. سال 1943 معجزه‌ناک بود برای دال. در کلینیکی مشهوری میا عملیات جراحی گذرانیدند و بعد این چشمان دال اکنون 40 مراتب بهتر می‌دیدگی شدند. در پیش نظری او عالمی نو و رنگین گشاده شدند. برای او حتی شستن ظرف‌ها هم عجایب می‌نمودند. با کفک صدف بر این سفیدی صابون بازی می‌کنم می‌نویسد او. دستهایم را به صابون آب خلانده از آنجا در کفم حبابچه ها را می‌گیرم و طرف روشنایی گردانده در هر حبابچه رنگین کمان را می‌بینم. وقتی او از تیریزه به بیرون می‌نگریست، گنجشککان را می‌دید که بالکان برو سیاهکی خود را افشانده به هراس این سو و آن سو می‌پریدند. به من و شما باید عیب باشد که تمام سالهای حیاتمان در آغوش منظرهای افسانوی سپری می‌شوند، ولی نابیناییم و این همه را نمی‌بینیم و بغایت سیریم و از این همه حلاوت نمی‌بریم. همین طریق اگر شما خواهید که تشویش و اضطرابتان را پشت سر کنید و زندگیتان آرام و شاد گذرد، قاعده 4 را رعایت کنید. موفقیت‌های خود را به حساب گیرید، نه بی‌برابری‌هایتان را.